وینتک یکی از مشهورترین تولید کنندگان کشور در صنعت پروفیل‌های UPVC برای ساخت در و پنجره بوده که با دارا بودن بیشترین ظرفیت تولید کشور، انواع مقاطع مختلف UPVC را زیر نظر متخصصین این رشته تولید می‌کند. متخصصین کارآزموده آزمایشگاه کنترل کیفی وینتک با استفاده از بروزترین دستگاه‌ها، ارزیابی فنی و کیفی محصولات خود را انجام داده و دقیق‌ترین آزمون‌ها را بر روی محصولات تولیدی اعمال می‌کنند. اما آیا داشتن پروفیل خوب به تنهایی دلیلی بر خوب بودن پنجره هم هست؟ پاسخ از نظر ما منفی است، چرا که پنجره بجز پروفیل از اجزای دیگری نیز تشکیل شده که استاندارد نبودن هر کدام ممکن است برای شما مشکل آفرین باشد. توصیه ما خرید در و پنجره از نمایندگی‌های رسمی وینتک است، زیرا کنترل کیفی پنجره و انجام آزمون‌های مختلف از جمله بررسی میزان عایق‌بندی پنجره در برابر شرایط جوی برای اطمینان از ساخت آن توسط آزمایشگاه کنترل کیفی وینتک صورت گرفته است. در این زمینه وینتک با افتخار دستگاه تست عایق‌بندی خود که توسط کشور آلمان ساخته شده است را معرفی می‌کند. نفوذپذیری هوا. در این آزمونه به صورت پله‌ای مطابق با رده‌بندی مورد نظر تعریف شده در استانداردهای بین‌المللی تحت فشارهای مثبت و منفی از حد اقل تا حد اکثر مقدار آن قرار گرفته و میزان نفوذ هوا از میان شکاف‌های پنجره توسط دستگاه سنجیده می‌شود. آببندی. این تست با هدف اطمینان از کیفیت آببندی درزگیرها و اتصالات لاستیکی آن انجام می شود. با شبیه‌سازی شرایط سخت محیطی، رفتار پنجره هنگام بارش باران با حضور و عدم حضور باد مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. مقاومت در برابر باد. هدف از انجام این آزمون تعیین میزان مقاومت در برابر نیروهای ناشی از وزش باد است که خود شامل 3 مرحله آزمون‌های خیز، فشار مکرر و ایمنی میباشد. با توجه به اینکه یکی از اهداف احداث ساختمان‌ها کنترل و تنظیم شرایط زندگی درون ساختمان و رسیدن به آرامش خیال است، انجام آزمون تعیین میزان عایق‌بندی در برابر شرایط مختلف جوی به تمامی مشتریان گرامی، خصوصاً سازندگان و انبوه‌سازان محترم مسکن اکیداً توصیه می شود. وینتک پنجره 1.